احذر احذر من أسباب الغفلة، احذر من أسباب الغفلة، فالموت يجيء بلا مهلة، فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري، والجاهل يمضي في جهله. احذر احذر من أسباب الغفلة، وتغفل عن درب المولى، عن غايات الدين المثلى. حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى، ويفوتك ميعاد الرحلة، ويفوتك ميعاد الرحلة. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حمد الله را که پروردگار جهانیان است. پروردگارا بر پیامبر صلوات و سلام و برکات بفرست. همچنین به خاندان پاک سریشت، صحابگانی که پیشوا و با برکتند، همسرانشان که مادران مؤمنانند، بر ما هم همراه ایشان با لطف و مهربانیت صلوات بفرست و تو مهربان ترین مهربانانی. اما بعد، برادران و خواهران عزیز، الله همه شما را نگهبان باشد. ما درباره بیماری بزرگ و خطرناک غفلت صحبت کرده ایستاده ایم. نوعها، سببها و درمان آن. ما درباره خطرناکترین سببهای غفلت که ابلیس، دنیا، نفس و خواهشات نفسانی هستند صحبت کرده ایستاده ایم. خواهشات نفسانی، خلقی خطرناک، ستمگر و نادان است. چشم را از دیدن حق ناتوان می کند، اگرچند که با دلیل باشد. گوشها را از شنیدن حق ناتوان می کند، اگرچند که مثل آفتاب روشن باشد و مثل روز نمایان باشد. خواهشات نفسانی یکی از بیماری های خیلی خطرناک بوده، در برگیرنده همه آن چیزهایی است که مخالف با قرآن و سنت باشد. خواهشات نفسانی صاحب خود را دور می کند از کتاب الله یعنی قرآن و از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، تا به درجه ای که بنده چیزی را نمی شنود مگر اینکه هوای نفسش بخواهد و چیزی را نمی بیند اگرچند که برایش مانند روشنی روز دلیل های آورده شود، فقط چیزی را می بیند که هوای نفسش بخواهد. بیماری خیلی خطرناک است. گاهی حتی به معبود تبدیل می شود که مورد عبادت قرار می گیرد. الله تعالی می فرماید: آیا کسی را دیدی که هوای نفس خود را معبود خود گرفته است و الله او را با وجود دانش گمراه کرد و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر چشمش پرده پیدا کرد؟ پس کیست بعد الله که او را راه نماید؟ آیا پند نمی گیرید تا به این حد؟ بله. گاهی هوای نفس مورد پرستش قرار می گیرد و فرمانهای الهی اطاعت نمی کند و فقط کارهایی را انجام می دهد که نفسش به آن راضی باشد. از چیزهایی که الله تعالی منع کرده است دوری نمی کند و فقط از کارهای دوری می کند که هوای نفسش به آن راضی باشد. حدود الهی را رعایت نمی کند و کارهایی را می کند که هوای نفسش از آن راضی باشد. به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل نمی کند و کارهایی را می کند که هوای نفسش از آن راضی باشد. الله تعالی می فرماید: پس آنان که خلاف حکم پیامبر می کنند باید از آن بترسند که به آنها بلای برسد یا به آنها عذاب درددهنده برسد. آیا می دانی که پروردگار جهانیان پیروی از هوای نفس را منع کرده است، حتی برای انبیا و رسولان خود، تا اینکه کسی من از خواهشاتم دورم گفته فکر نکند؟ الله تعالی می گوید: ای داوود، براستی که ما تو را در زمین پادشاه ساختیم، پس در میان مردمان براستی حکم کن و هوای نفس را پیروی نکن که آن تو را از راه الله گمراه کند. همانا برای آنان که از راه الله گمراه می شوند عذاب سخت است به سبب آنکه روز حساب را فراموش کردند. حتی با پیامبر ما محمد صلی الله علیه و سلم فرموده است:
و در میان آنها با آنچه الله نازل کرده است حکم کن و هوای نفس آنها را پیروی نکن و از آنها حذر کن تو که مبادا تو را از بعضی آنچه الله به سوی تو نازل کرده است فریب دهند و اگر روی بگردانند پس بدان که الله می‌خواهد آنها را به سبب بعضی گناهانشان عذاب کند و همانا بسیاری از مردمان بدکارند. آیا حکم جاهلیت را می‌خواهند؟ و برای قومی که یقین دارند کیست که بهتر از الله حکم کند؟ الله به پیامبرش فرمان داده است که از هوای نفس آنها پیروی نکن. همچنان به ما فرمان داده است. به ما نیز چنین فرمان داده است. اما اکثریت ما و شما در بسیاری از گفتار و رفتارمان چنان بدگفتار و بدرفتار که لا حول ولا قوة الا بالله پیروان هوای نفسیم. از هوای نفس پیروی میکنیم. یک بار با نفس خود با صدق و راستی و با اخلاص در تنهایی نشسته از نفس خود پرس چرا این خیل گفتی؟ چرا این خیل کردی؟ چرا در آمدی؟ چرا بر آمدی؟ چرا غضب کردی؟ با اللهی که هیچ معبود غیر از او نیست سوگند میخورم که جواب همه‌اش یک کلمه است. سببش خواهشات نفسانی است. الله به حال ما رحم کند. شاعر میگوید اگر قال الله و قال الرسول گویی تو را دروغگو میگویند و مسخره‌ات میکنند. اگر بگویی که این سخن را صحابه گفت یا یکی از عملها و سخنان تابعین است، یا اگر گویی امام شافعی و امام احمد، ابو حنیفه و مالک چنین گفتند، راه وحی الهی و دین الهی را میبندند، تلاش میکنند که آنچه را که الله حرام کرده است حلال کنند، مانند کودک با دین پیامبر صلی الله علیه و سلم بازی میکنند و آن را خراب میکنند. ممکن نیست که رسول الله بر اساس هوای نفسشان حکم کنند. ممکن نیست که رسول الله بر اساس هوای نفسشان حکم کنند. چون این حکم اهل ضلالت است. آنهایی که از هوای نفسشان پیروی میکنند و اگر حق هوای نفس آنها را پیروی میکرد، همان آسمان ها و زمین و هر چی در میان آنها است تباه میشدند. هوای نفس بیماری گمراه کننده است. هم درد و هم غم است. خطرش بزرگ است و آفتش بسیار است و مبالغه نمی شود اگر گویم هوای نفس اصلی تمام دردها و اصلی تمام بلاهاست. بسیاری از مردم هوای نفس را برای خود معبود قرار دادند و از آن اطاعت میکنند و نافرمانی میکنند الله تبارک و تعالی را. آیا کسی را دیدی که خواهش نفس خود را معبود خود گرفته است؟ ان شاء الله در برنامه‌های بعدی بیان خواهیم کرد که ما از خواهشات نفسانی فقط با چنگ زدن به الله، به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و به علم نجات میابیم. با چنگ زدن به علم. الله برای هر کسی اراده خیر کند او را در دین دانشمند میگرداند تا به حد میرسد که سخن نمیگوید مگر با علم و سکوت اختیار نمیکند مگر با علم. نادانی و هوای نفس خطرناکترین سبب‌های غفلت از الله، از هدف آفرینش و از روزی که در پیشگاه الله قرار می‌گیریم میباشد. از الله می‌خواهم که ما را از پیروی هوای نفس و از جهل و نادانی نگه دارد و برایمان علم، خشوع و عمل نصیب گرداند. همان او به این کار قادر و تواناست. سلام و درود و برکات الله بر پیامبرمان محمد و بر خانواده و اصحاب ایشان باد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. احذر من أسباب الغفلة. احذر من أسباب الغفلة. فالموت يجيء بلا مهلة. فالموت يجيء بلا مهلة. دنياك تضيع ولا تدري والجاهل يمضي في جهله. احذر من أسباب الغفلة. وتغفل عن درب المولى عن غايات الدين المثلى.
حين ترى الأفعال الفضلى تنساها من أول وهلة. يا من في الحيرة قد أمسى أيامك بحياتك تنسى. هل تلقى في بحرك مرسى